علیرضا، تو اخراج شدی. یه کار درست را بنداز. برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون بیار. به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکشو قسطی به ما بدن. نمیتونیم داداش. من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم. دیگه موقعیت از این بهتر. من اگه میتونستم نفری یه مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل. حاج غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل. چون هیچکی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه. کادر اول عروسی کم پولی نیست. خودت چی داری؟ 40 تا سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم. ولم کنید منو. هر کی ناراضه بره از این خونه. خاک بر سر هر چهارتاتون با هم. یه تنافر هم نتونستیم بزنیم. واقعا دارید دورتون بگردم که اینقدر قشنگ. برای هرچی آدمی خیلی معنی میده بره تو مدرسه اینا اون بالا بشینه. اسماعیل جنوب رو من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونی قبول نکن. این چه کاریه؟ آبجیم آبرو نمیمونه برامون. عقب مونده یه علاف گدا فقط مال یه دقیقتونه. چیکار کنم حالمون خوب بشه؟ برام یه آبجی بیار که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد.